کنم خیلی ما رابطه عجیب و غریبی با ایران داریم. در بعضی موارد نه هندی ها نه ایرانی ها متوجه نیستن که ما چقدر تحت تاثیر فرهنگ ایران هستیم. امروز من به طور مثال یک چیزی عرض میکنم. فرض کنید من مجبور شدم برم به کوर्ट. تا کنون کوर्ट کسی نمیگه، عدالت میگه. عدالت یعنی فارسیه. ما وکیل میگیریم. درست. ادوکیت نمیگیریم، میگیم وکیل میگیریم. اونجا هنوز واژه های دیوانی و دولتی با همون کاربرد فارسیشون. مثلا مجبور هستید شما که یک مرتبه سالیانه همراه با خانم برید به جواهر فروشی، طلا فروشی، اونجا ما میریم گلوبند میخریم، پازیب میخریم. البته ما این کارا رو جرئت نمیکنیم. حالا ببینید ما کسی متوجه نیست که این واژه فارسیه. بله کاملا، بله درسته. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. بله در و دیوار هند گواهی میده که ایران و هند قرنها با هم داد و ستد داشتن. این فرمایش درست